سلام علیکم. خسته نباشید و سال حق. واقعا بر حق هستید. امشب چند شبی از بچه‌ها جمع شده بودن پشت کوچه خانه ما، صداشون خیلی زیاد بود، اینجوری بیت صدا بود. یهو از صدا شنیدم که حرف از خوبی حضرت عایشه میزنن. آنهایی بودن که واقعا شیعه سرسخت بودن. این 6-7 بچه که دیدم رفتم یواشکی سرک کشیدم و دیدم همه بچه‌ها حرف از ام المؤمنین به خوبی میزدن و من خیلی تعجب کردم. این همه بچه‌های شیعه بودن که بدگویی از عایشه میکردن، ولی امشب که نگاه کردم دیدم این 5-6 بچه داشتن حرف از خوبی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میزدن با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. مثال حق. ببخشید ما از جزیره هرمز زنگ بزنم. اول حرف شیخ. خدا حافظ. متشکر. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوار. هدف ما هم همین است که حداقل ما اگر بخوایم وحدتی در بین مسلمان ها ایجاد بکنیم، نخستین گامش این است که به مقدسات همدیگه توهین نکنیم. حداقل ام المؤمنین عایشه صدیقه ما بارها گفتیم که عزیزان شیعه اگر که نمیتونند، اصل بر اینه که خوبی حضرت عایشه رو بگن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. امهات المؤمنین هستن، مادران مؤمنین هستن. یک از صفات مؤمنین همین است که به مادرش توهین نمیکنه. مادری که همسر پیامبری است که ما باید از جانمون بیشتر دوست داشته باشیم. پس کسانی که نمیتونن حداقل عایشه رو دوست داشته باشن و نمیتونن خوبیشو بگن، حداقلش اینه که بدیشو نگن، سکوت بکنن. این کمترین چیزیه که ما خواستیم از عزیزان.